صبح امروز 27 سپتامبر امامعلی رحمان با اشتراک رستمی امامعلی شهردار دوشنبه، سروزیر کشور قاهر رسولزاده، رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت، رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق مشورت کاری دایر نمود. وضع کارها در ساحه‌های اقتصاد ملی، جمع‌آوری سریع حاصل، آمادگی به زمستان در پیش ایستاده، از جمله به فصل سرما آماده نمودن مؤسسه‌های اجتماعی، اهالی، انفراساختار راه و نقلیات و ذخیره‌های مواد غذایی از جمله مسئله‌های اساسی مشورت کاری بودند. طی هفته آخر نرخ محصولات غذایی در بازارهای شهر دوشنبه افزود. حالا یک خلط آرد نوعی یکم 330 سومانی ارزش دارد. این در حالی است که تقریباً 10 روز پیش آن را به 270 سومانی گرفتن ممکن بود. امامعلی رحمان تاکید بر آن کرد که ساکنان مواد آذوقه و تخمی اعلی صفت را برای خود ذخیره نمایند. جزئیات دیگری این خبر را در سامانه پرستیجی پیگیری نمایید.